فقیری آمده گفت ای عمر به خاطر خدا برای من یک خرما بدی. عمر رضی الله گریه کرد گفت به خاطر خدا خرما نمیدی. این فقیری گفت تو به خاطر خدا خرما نمیدی؟ گفت نه نمیدیم. من به خاطر خدا جانم را میدیم. خرما چی دارد؟ کجا شد حرمت این همه علم این همه عزت اسلام کجا شد؟ من نخواه به خاطر خدا وقتی یک فقیر دری خانه ما بیاد و دری ما رو میکوبد یک جوگی بچه یا دری آشخانه ما بیاد در یک رستوران ما بیاد ما رئیس یا رستوران هستیم دری ما رو میکوبد یا از آینه نظر میکند ما نخواه او رو نگیریم دلموش نگیریم